بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات خود را خدمت به همکاران و کسایی که در بنیاد باران رحمت کار میکنن، وظیفه اجرا میکنن تقدیم میکنم. بعد از عرض سلام و در رابطه با مریضی که قبلا همکاری و کمک کرده بودن 3 ماه پیش، قمرگل است که مدت زمان 3 سال شده، البته یا بیشتر از 3 سال که به سرنوشت بدون کدام کسی که از فامیلایشان باشه یا اقارب نزدیکش باشه خبرش بگیره، در شفاخانه اینجا آوردنش و بستری می باشه. مشکلاتی که داره از هر نگاه، خصوصا مشکلاتی که پمپر برش استفاده می شد، مواد خوراکیش بوده و دیگه مواد تنظیفاتی، خصوصا وسایلی که بر شستشویش استفاده می شد البته نداشتن، تا جایی که همکارا همکاری میکردن، تهیه میکردن، بازم کمبود احساس میکردن. و 3 ماه پیش که آجی صاحب توسط آجی صاحب دیگه همکارایی که همکاری کرده بودن، یک تعداد پمپر، صابون و شامپو، مواد شستشویش البته بوده دیگه، دستمال تر همراه با پیسه نانش بر ما داده شد و ما در زمان 3 ماه، بیشتر از 3 ماه، بسیار همکاری بزرگ به خاطر قمرگل که همین خدمای ما بسیار سهولت احساس میکردن. و همچنان حالا مقدار پمپری که تهیه دیدن و ضرورت دیدن، امرای دستمال تر و مقدار پیسه نان که هست برای ما آوردن تا بازم اینا به سهولت بتونن خدمت مریضی که اینجا بی سرنوشت رفتیده خدمتش بکنن. تشکری از اون اشخاصی که از خارج و داخل کشور توجه دارن و کمک میکنن با چنین اشخاص تشکری فراوان میکنن و از حاجی صاحب همچنان تشکری فراوان که توجه داشتن و همیشه رسیدگی به چنین اشخاص میکنن. تشکر.